الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معینان و نمایندگان محترم جمهوری ازبکستان، جمهوری قرقیزستان، ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان و همه مهمانان و اشتراک کنندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه‌تان بخیر. خوشحالم که امروز شاهدی برگزاری نخستین نشست گفتگوی مشورتی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در شهر زیبای کابل هستیم. این نشست که به ابتکار وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و با اشتراک نمایندگان عالی رتبه کشورهای جمهوری ازبکستان، جمهوری قرقیزستان، کشور ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان تدبیر یافته است، یک مکانیزم مشورتی سیاسی چند جانبه به هدف تبادل نظریات و مشورتها در خصوص تحولات منطقه‌ای، تقویت هماهنگی‌های دیپلماتیک و جستجوی راه‌های عملی مشترک جهت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در زمینه‌های تعاملات اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و اتصال منطقه‌ای میباشد. در نزدیک به 5 سال گذشته امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی یعنی جمهوریت‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و کشور ترکمنستان گام‌های ملموس و موثری در عرصه تقویت بیشتر مناسبات دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و منطقه‌ای برداشته‌اند و امروز شاهد روایت فرصت، همکاری و همگرایی منطقه‌ای میان دو طرف هستیم. رویکرد عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور کشورهای آسیای مرکزی در خصوص افغانستان با تاکید بر تعاملات سیاسی و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی یک الگوی موفق از اعتماد و همکاری متقابل در سطح منطقه است. این نشست روی اهداف اساسی زیر تاکید خواهد داشت: تقویت گفتگوی سیاسی و هماهنگی دیپلماتیک میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، شناسایی فرصت‌های جدید میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب یک رویکرد اقتصاد محور و تبادل دیدگاه‌ها در مورد تحولات منطقه‌ای و نقش همکاری‌ها در تقویت ثبات و توسعه پایدار. ما امیدواریم که با برگزاری این نشست و به صورت مشترک با ارزیابی تمام فرصت‌ها و چالش‌ها در خصوص روابط میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی یک نقشه راه از همکاری‌های جامع میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را تجارتی و ترانزیتی، امنیتی و تغییرات اقلیمی برای آینده همکاری‌های خویش ترسیم نماییم. ما امروز در حال گرد هم آمدیم که از یک سو نظام بین‌المللی با چالش‌ها و پرسش‌های جدی روبرو گردیده و از سوی دیگر توهمات مختلف و روایت‌های متناقضی شکل گرفته است. از یک سو شاهد تحرک اقتصادی قاره آسیا و خصوص منطقه اور آسیا هستیم و از سوی دیگر منطقه غرب آسیا با جنگ و پیامدهای ناگوار امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است. در این میانه بدون شک افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز متاثر از این روندها اند و ما نیاز داریم به صورت هماهنگ به مدیریت چالش‌های مشترک پرداخت و از ظرفیت‌های موجود در جهت رسیدن به توسعه، رفاه و همگرایی منطقه‌ای استفاده موثری نمود. روابط افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ریشه در پیوندهای عمیق تاریخی،
جغرافیایی، مشترکات دینی، فرهنگی و اجتماعی مردمان این مرزبون دارد. ما قرنها با همدیگر به عنوان همسایگان نیک در این خطه زیست نمودیم و هویت مشترک، درد مشترک و آینده مشترک داریم. از یک سو شخصیت‌های بزرگ اسلامی همچون امام ابو حنیفه، امام بخاری و امام ترمذی رحمهم الله تعالی تمدن شکوفای اسلامی این منطقه را بنیاد گذاشتند و از سوی دیگر شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی همچون ابو ریحان البیرونی، رودکی، مختوم قلی فراغی، امیر علی شیر نوایی و ابو نصر فارابی تاریخ مشترکمان را غنامند ساختند. پس تهداب روابط افغانستان و اشیای مرکزی را همین مشترکات تشکیل می دهد. الحمدلله روایت امروز میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی روایت فرصت، همکاری و همگرایی منطقه‌ای است، نه روایت توهم و تقابل. و ما مشترکاً می توانیم ضمن شکل دهی یک الگوی موفق از همگرایی منطقه‌ای بستر را برای توسعه هرچه بیشتری مناسبات در عرصه‌های مختلف میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مساعد نماییم. مهمانان گرامی، سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان پایه اصل توازن و اقتصاد محور با تاکید بر اخوت اسلامی، حسن همجواری، احترام متقابل و همکاری استوار است. کشورهای آسیای مرکزی در این پالیسی جایگاه ویژه دارند. ما در کنار تقویت مناسبات دو جانبه به دلیل موجودیت فرصتها و چالش‌های مشترک منطقه‌ای بر همکاری و راهبرد منطقه‌ای محور نیز تاکید داریم. در نتیجه همین سیاست الحمدلله امروز با کشورهای مختلف منطقه و فراتر از آن وارد روابط دیپلماتیک و گفتگوها و تعاملات سازنده هستیم و روابط امروزی امارت اسلامی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی یعنی ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان یکی از نمونه‌های بارز آن به حساب می رود. بدون شک چالش‌ها و نگرانی‌های در سطح منطقه وجود دارد که روندهای مورد نظر میان آسیای مرکزی و افغانستان زیربناها و همکاری‌های اقتصادی را به گونه منفی متأثر ساخته است. دیدگاه امنیت محور برخی بازیگران منطقه‌ای موانع و چالش‌های را در مسیر ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است که معنی جمعی منطقه را به چالش می‌کشد. حکومت افغانستان با صداقت و رویکرد راه حل محور در مذاکرات با پاکستان که همکنون به ابتکار جمهوری خلق چین در شهر اورمچی در جریان است اشتراک نموده است. موضوع ما در این خصوص بسیار روشن است. امارت اسلامی افغانستان همواره در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفتگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است. با این حال حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خویش را محفوظ می دارد. حضار محترم، افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حدود 2329 کیلومتر مرز مشترک آبی و خشکه دارد و نیاز است در امتداد این سرحد مشترک با تحکیمات سواحل آمو دریا و مدرنسازی علائم سرحدی به صورت مشترک همکاری نمود. مسائل فعالیت‌های برخی عناصر مخرب به شمول تهدیدات گروه داعش، قاچاق مواد مخدر به خصوص مواد مصنوعی، مهاجرت غیر قانونی و جرایم سازمان یافته فرامرزی از نگرانی‌های مشترک دو طرف است. نهادهای امنیتی افغانستان در این زمینه‌ها اقدامات لازمی را انجام داده است و در برابر افراد و عناصری که در تلاش تخریب روابط دوستانه میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بودند، از سوی نهادهای امنیتی افغانستان اقداماتی به وقت انجام شده است و الحمدلله امروز در سرحدات مشترک
هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و ما آماده همکاری هرچی بیشتر در این زمینه ها نیز هستیم. افغانستان پس از نزدیک به نیم قرن بی‌ثباتی به یک نظام اسلامی ثبات واقعی و امنیت سرتاسری دست یافته است. پایه‌های حکومتداری هر روز در حال تقویت است. فساد اداری از بین رفته و روی ساده سازی پروسه‌های بیروکراسی حکومتی و دیجیتال سازی کار جریان دارد و بر اساس فرمان اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی کشت و قاچاق مواد مخدر ممنوع گردیده و بر اساس اقدامات عملی و جامع نهادهای مربوطه کشت آن به صفر تقرب نموده است. اشتراک کنندگان گرامی، افغانستان به اتخاذ سیاست خارجی اقتصاد محور شرایط را برای رشد تجارت و جلب سرمایه گذاری خارجی باز نموده است. ثبات پول افغانی حفظ گردیده و بر مبنای گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2025 میلادی 4.3% بوده است. از مجموع کل حجم تجارت خارجی کشور، حجم تجارت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی در سال 2025 میلادی به حدود 2.7 میلیارد دلار رسیده است و نسبت به سالهای قبل چند برابر افزایش را نشان می‌دهد. هرچند توازن در این داد و ستود تجارتی وجود ندارد و باید روی آن توجه گردد. هدف مشترکمان این است که حجم تجارت افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی در جریان 3 الی 4 سال آینده به حدود 10 میلیارد دلار افزایش یابد. منابع طبیعی، انرژی، زراعت، صحت، مخابرات و پروژه‌های زیربنایی و تاسیسات لوجستیکی از عرصه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری است. افغانستان با استفاده از موقعیت ژئواکونومیک خویش در تلاش اتصال آسیای مرکزی به جنوب و غرب آسیا و برعکس آن است. این یک اتصال تمدنی، فرهنگی، انرژی، اموال و رفت و آمدهای انسانی خواهد بود. تطبیق پروژه افغان ترانس یک اولویت مهم امارت اسلامی افغانستان است. کارهای حقوقی این پروژه تکمیل گردیده و ما آماده هستیم که هرچه زودتر با همکاران آسیای مرکزی خویش روی تطبیق آن کار نماییم. انتقال انرژی آسیای مرکزی به جنوب آسیا از طریق پروژه استراتژیک تاپی و پروژه های تاپ و کاسا 1000 اولویت دیگری است. همین اکنون 25 کیلومتر کار لوله گذاری تاپی در مسیر هرات و سرحد با ترکمنستان تکمیل گردیده و 120 کیلومتر دیگر برای لوله گذاری آماده است. عملی پروژه کاسا 1000 هم در کشورهای کرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه دارد. پروژه راه لاجورد از طریق ترکمنستان و دهلیز 6 جانبه نیز در اجندای کاری ما قرار دارد. نیاز است در کنار گسترش بیشتر مناسبات و هماهنگی‌های دو جانبه روی اجندای مشترک سیاسی منطقه‌ای نیز کار نماییم. افغانستان علاقمند است به صورت فعال در برنامه‌ها و ابتکارات منطقه‌ای به خصوص در ابتکارات ترانسپورتی، ریلی، محیط زیستی و توسعه آسیای مرکزی حضور داشته باشد. حمایت کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت ناظر افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای حائز اهمیت است و اشتراک در ابتکار آسیای مرکزی سبز برای ما نیز ارزشمند می باشد. مهمانان محترم، در آخر من بار دیگر ضمن تشکری و قدردانی از حضور و حمایت شما در خصوص برگزاری این نشست مهم می خواهیم به صورت مشخص روی چند مورد پیشنهاد ذیل تاکید داشته باشیم. نخست از اینکه ابتکار گفتگوی مشورتی افغانستان آسیای مرکزی به عنوان یک مکانیزم سیاسی چند جانبه در سطح مقامات عالی رتبه وزارت‌های امور خارجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی طرحی گردیده است. پیشنهاد می‌نماییم تا این ابتکار تقویت و به صورت مستمر برگزار گردد.
دوم، ما پیشنهاد می نماییم تا کنفرانس تحقیقاتی متخصصان افغانستان و آسیای مرکزی در تاریخ مناسب برگزار گردد و این محققان نقشه راه همکاری‌های عملی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را بر اساس مشورت‌ها، نظریات و پیشنهادات نشست امروز تدوین نمایند. سوم، ما بر این باور هستیم تا در چارچوب همین نقشه راه همکاری و با توجه به چالش‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی روی یک رویکرد مشترک امنیتی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد. چهارم، نیاز است با توجه به پروژه‌های مشترک اقتصادی منطقه‌ای یک رویکرد هماهنگ و مشترک در خصوص همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در قالب نقشه راه همکاری نیز به میان آید. پنجم، از این که افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از تغییرات اقلیمی نیز متاثرند، بهتر است به صورت مشترک روی کاهش پیامدهای این تغییرات اقلیمی در چارچوب همین ابتکار و نقشه را همکاری تلاش صورت گیرد. از توجهتان تشکری میکنیم و امیدوار هستیم که برنامه امروز به خوبی انجام شود. عالی از نظریات شما استفاده میکنیم. بسیار تشکر.